نهایی میشه و با مردم شریک ساخته خواهد شد. بسیار خوب. چند موردی که یاد شد و حاکی از شامل توافقنامه سیاسی میان دو طرف هست، یعنی قابل تایید است و توافق درباره این موارد صورت گرفته. دوباره تکرار میکنم. بله. بسیار خوب. توافق سیاسی در اصول و در مسائل بزرگی که مطرح میشه، به ویژه مسئله مشارکت قشر سیاسی در حکومت افغانستان، مسئله پروسه صلح و موضوعات دیگه که به اون اشاره شده، بخشی از اصول توافق سیاسی است. بسیار خوب. و این توافق در تقابل یا مخالفت با قانون اساسی نخواهد بود. تقسیم 50% کابینه و دادن رتبه نظامی مارشالی به آقای دوستم، همه اینا استوار بر قانون و معیار هاست. بله، اتحاد رئیس جمهور افغانستان این بود که تمام مسائل سیاسی، اختلافات سیاسی و چالش‌های سیاسی موجود در چوکات قانون اساسی باید حل شود و این مورد بسیار مهم است، به خاطر از اینکه مردم مطمئن باشه روی حاکمیت قانون و این که نظام مردم سالاری باید ادامه پیدا بکنه. از این رو مطلق مشارکت اقشار سیاسی در حکومت و موارد دیگه که مطرح میشه همش در چارچوب قانون اساسی است. آنچه که در گذشته بوده طبعا تکرار او مسئله نیست، اما حضور سیاسیون ما و پذیرفتن مسئولیت‌های بیشتر یا دادن مسئولیت‌های بیشتر به تمام اقشار سیاسی که در چارچوب قانون اساسی باشه، بخش عمده از این یا اصول این توافق سیاسی است. تقسیم 50% قدرت، وزارت‌ها و کابینه، ولایت‌ها و دیگر نهادهای مهم که در توافقنامه از اونها یاد شده، فکر نمی‌کنین که تقابل با قانون اساسی کشور داره؟ خب مسئله کابینه خاطر نشان باید کرد که رئیس جمهور در مراسم تعلیف خود در صحبت‌هایی که در او روز داشت، تعهد رئیس جمهور این بود که حکومت باید پایه‌های وسیع سیاسی داشته باشه. حکومت باید بر مبنای اراده مردم استوار باشه و حاضر است که مسئولیت‌های حکومت که در کابینه است این با اقشار سیاسی داده شود. یعنی اقشار سیاسی که در مخالفت با رئیس جمهور افغانستان نیز قرار داشتن و ما در نتیجه شاهد چالش‌ها و تنش‌های سیاسی بودیم، برای حل از این اختلافات اونا وارد کابینه